شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ایاک نعبد و ایاک نستعین. خداوندا تنها تو را عبادت می کنیم و تنها از تو استعانت می جوییم. الهی کمک ما بکن خداوندا. حمد و ثنا و ستایش مر آن خدایی راست که خالق آسمان ها و زمین است. درود و صلوات بر روح پرفتوح سید عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم. بیننده های محترم تلویزیون ملی افغانستان، علاقمندان و دوستداران خوب برنامه خاص افطاری یعنی برنامه شهر رمضان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز، بسیار خوشحال هستیم از اینکه باز هم با پیشکش نمودن یک برنامه دیگر از برنامه خاص رمضانی در خدمت شما دوستان و عزیزان قرار گرفتیم. دوستان عزیز، در برنامه همینطور که هر روز ما و جناب صافی برنامه را براتون معرفی میکنیم، تلاوت قرآن کریم داریم، سوال روز داریم، مهمان عزیز می داشته باشیم که امراشون پیرامون مسائل مهم رمضانی صحبت میکنیم، آشپز داریم و آشپزی در جریان برنامه جریان می داشته باشد، گزارش های ولایتی داریم، احادیث شریف داریم، کلیپ های فقهی داریم. انشالله که یکی پای دیگر همیشان حضورتون تقدیم میکنیم. الله متعال چقدر زیبا در قرآن مقدس چه زیبا میفرمایه که انا انزلناه فی لیلة مبارکه، ما قرآن را در شب مبارک نازل کردیم. در شب که واقعا این شب مبارک است، قرآن مبارک است. برای شخصی که این قرآن نازل شده شخص مبارک است. ملک مقربه که قرآن را انتقال داده این مبارک است و خداوند جل و علا شانه را بسیار سپاسگزار هستیم که ما شما را در ماه مبارک رمضان رسان و در دهه سوم رسان و امید زیر داریم که در شب مبارک هم ما را برسانه که تمام گناهان گذشته محو شود و خداوند جل و علا شانه عبادت های ما و شما را که برابر از به 1000 ماه او را از ما و شما قبول بکنه. دوستان عزیز، مقدمه را بیا که دراز نکنم، آغاز میکنیم برنامه امروز را با تلاوت آیت چند از کلام الله مجید. ما امروز یک مهمان تازه دارم که برای شما قرائت خواد کردن. هر روز جناب قاری خلیل الله خلیل را با خود داشتیم، امروز اونا گفتن که کمی مشکل بود نامدن. مهمان دیگه داریم جناب قاری اسیب الله فیضی، انشالله که امروزشون معرفی هم میشیم، امروزشون صحبت هم میکنیم و انشالله که میشنیم که برای شما قرآن تلاوت میکنن. خواندن قرآن در آغاز برنامه خودش یک آغاز و سر آغاز بسیار خوب است بر برنامه ما. جناب قاری خیلی خوش آمدین، صفا آوردین، مانده نباشین. خوش باشین شما، خیر باشین، صحت دارین، بخیر هستین، رمضانتون مبارک باشه. خیر باشین. چطور گذشت رمضان؟ چطور گذشت تا روز 25م؟ الحمدلله بسیار خوب. خوب است رمضان؟ خوب است؟ خوب است. خوب گذشت؟ خوب گذشت. گشنه نشدی، تشنه نشدی دیگه پا؟ بله تو دیگه نه دیگه خوب گذشت الحمدلله. خیلی خوب، خیلی خوب. بین قرآن بخونین که سرشار شویم از لذت مبارک قرآن. ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ما شاء الله ما شاء الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل
وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما شاء الله. من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ما شاء الله. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. ما شاء الله. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظیم. با خیر و سلامت و عافیت باشی جناب قارسی. ماشاءالله بسیار زیبا قرآن خواندین. ماشاءالله. از کجا آغاز کردین جناب قارسی؟ یعنی چه وقت آغاز کردین؟ حفظ چقدر کردین؟ کدام سبکا را میخوانین؟ خودم خود از ابتدا که ما ابتدا کم نزدیکتر صحبت بکنین. از ابتدا که درس را شروع کردم دیگه، از می قاعده نورانی شروع کردم دیگه، خیلی شوق تلاوت و پیش کدام استاد قرائت شروع کردین؟ قرائت پیش کدام استاد شروع؟ تو خاص نمیخوانیم، فقط پیش خارس عبدالمتین همین تو کم خواندیم دیگه.
تو قرائت خاص پیش کنم، استاد خاص نمیخونه. جناب خواستم یک پرسان دیگه هم بکنم. در فکر و ذهنتان یعنی کدام استاد جهانی باشه از خود وطن ما باشه در فکر و ذهنتان است که سبک از اونا رو پیش کنین؟ از وطن خود ما دیگه، از وطن خود ما رو بگوین. قارس برکت الله سلیم. ماشاءالله. بسیار خوب. خدا براتون توفیق نصیب کنه. بسیار تشکر. بسیار تشکر. خیر باشه. دوستان عزیز، ماشاءالله جناب قارسی و شنیدین که چه خوب زیبا برای شما قرآن خواندن. در برنامه یک مهمان بسیار معزز داریم که انشالله دعوتشان میکنیم که تشریف بیارن. جناب ابو عبدالله بغلانی، جناب استاد محمد کریم ادیب را با خود داریم تشریف بیارن که پیرامون مسائل بسیار مهم دهه سوم امرایشان صحبت بکنیم. جناب استاد تشریف داشته باشین، بسیار زود مانده نباشین، خوش آمدین، صفا آوردین، مانده نباشین. بین میربان. علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. خیلی خوش آمدین. خیلی خوش آمدین. صفا آوردین. مانده نباشین. بفرمایید. ان شاء الله خوب هستین؟ جانتان جور است؟ بخیر است؟ بخیر میگذره ان شاء الله. خدا را شکر. قارس شما راحت کنین، بفرمایید. ان شاء الله خوب هستین؟ صحت دارین؟ بخیر سلامت. 25 روز رمضان شریف گذشت. الحمدلله. چطور گذشت؟ الحمدلله دیگه بسیار روزای پر از خیر و برکت، پر از مرحمت. بیاین که هموطنان یک سلام کلام کنیم، باز ما شما گپای خودم میزنیم. سلامت باشین. ما خدمت همه هموطنان عزیز و گرامی، چی است بقیه خواهرها و مادرها و چی است بقیه برادرها و پدرها، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید است که این روزهای دهه اخیر ماه مبارک رمضان با کثرت طاعت و طلب توبه و مغفرت بگذره و الله متعال از همه ما شما راضی بوده باشه. جناب استاد بسیار تشکر. خوب شد آمدین. یک روز دیگه میهمان ما بودین. یک شام، نمیفهم که چندم رمضان بود، ما فراموش کردیم. غالبا سوم بود یا چهارم بود. شاید. خدا را شکر که باز هم توفیق نصیب شد که شما را در کنار خود داریم. جناب استاد بخیر سلامت باشید. لطفا جناب استاد یک چیز را هر روز از وقتی که دهه سوم شده برای میهمانا یاد میکنم، از این بیروبار شهر، از که مردم نام خدا در بازارها هستن، الحمدلله دست و توانشان میشه که یکان چیزک شکر میخرن، برای عید خود آمادگی میگیرن، برای ختم رمضان خود آمادگی. بسیار یک احساس خوشی برای من خوب پیدا میشه. نمیفهم که احساس دیگر چطور است. احساس شما؟ واقعا هر مسلمان وقتی که میبینه مسلمان خوش میباشه، با خوشی مسلمان خوش میشه. و خصوصا کشوری عزیز ما که در 100 سال سه استعمار تجربه شد، غیر از جنگ و غیر از تحمیل جنگ دیگه چیزی نداشتیم، ولی الحمدلله جریان 4 سال ملت ما آزادانه نفس میکشه و راحت میگرده، از امنیت خود سود میبره. دیگه واقعا این چیزهایی است که ملت ما هر فردش خوش میشه. خدا را شکر. یک چیز دیگه هم بگین جناب استاد، برای بازاریای ما یک پیام داشته باشین در آغاز برنامه. امی که فرض مثال الحمدلله و المنه در اینمی جایی که مردم به خاطر خرید چیزهای لوکس و بسیار خوب میرن، کسایی هستن که اونا نسبتا متمول هست. در بازارها کسایی میرن که زندگی که اوسط دارن، ولی در جایی که مردمایی که نسبتا ناتوان هستن میرن از سر کراچی ها و سر دستفروش ها، از پیش دستفروش ها چیز میخرن. نصیحتتان، صحبتتان، موعظه‌تان برای دکاندارها چی است در آغاز بگویید؟ سلامت باشید. نکته بسیار خوبی را اشاره کردین. میگه چون ما مای مغفرت است، مای رحمت است، مای مهربانی است، مای مواسات و همدردی است. و معمولا عید که میشه و مصارفات مسلمان ها بیشتر میشه و چون آمادگی به خاطر روزی خوشیشان میگیره داشته باشه. پس به خاطر از اینکه خوشی افزایش پیدا بکنه و رحمت پروردگار بیشتر شود، او کسایی که صاحب دکان و تجارت هستند، صاحب ثروت و سرمایه هستند و تجارت های داخلی و بین المللی دارند، چی زیباست و چی میزیبه که در این ماه، در این دهه اخیر بگویند که ما به خاطر آمدن عید و استقبال عید 1 روپیه هم فایده نمیگیریم، با سر پل جنس را به ملت خود میفروشیم. این واقعا یک همت بسیار عالی است که باید داشته باشه. اگر این کارم نمیکنن حداقل جنس را به قیمت بسیار بلند فایده را کم بگیرن، فایده کمتر بگیرن، تا اینکه دمی رحمت اینا هم شامل شه و ملت ما احساس خوشی بکنه که الحمدلله دکاندار و تجار ما به خاطر آمدن عید
جنس را قیمتش پایین آوردن، این هم سبب خوشی مسلمان می شود. یک چیز دیگه از جناب استاد که دمی چند روز دمی صفحات اجتماعی الحمدلله کل ما شما مشاهد هستیم که از طرف شارواله کابل همین کنترل قیام که میکنن میرن در بازارها جدا همه چیز را کنترل میکنن، از کلچه گرفته تا کیک تا برنج تا روغن تا همه چیز. این بسیار خوب است، یک جنبه بسیار مثبت داره به اینکه مردم دستشون به عکسک برسه. بله دیگه سنت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه است که قیمت گذاری کرد تا که در جامعه فقر کمتر شود و احساس همدردی و مواسات در بین جامعه بیشتر شود. بنان نرخ گذاری کردن، نگذاشتن که هر کی به تبع دل خود هر چیزی را به هر قیمتی که بخواد بفروشه. و حتی حضرت عمر رضی الله عنه بعضی اوقات دکانها را بسته و مسدود میکرد یا ما شما مهرلاک میگیم. عالی است. مهرلاک میکردن چرا؟ به خاطر از اینکه به جامعه ضرر نرسد. درست از فایده هم بگیریم به اندازه نه که ملت را از پای بندازه. سبحان الله. بخیر افضل بشین جناب استاد. بسیار تشکر. قربان. جزاکم الله. جناب استاد اجازه باشه این سوال روز داریم. ما همینقدر که تال دادم خواستم یک بار هموطنان عزیزم خوب دقیق توجه کنن که یک دفعه در فکرش ذهنشون بگرده که سوال روز چی شد امروز. البته سوال روز نداریم. اجازه باشه سوال روز میخوانم. بله. هموطنان عزیز دقیقاً وقت ازی است که امو بخش که یعنی کلگیتان انتظارش هستین بخش برنامه را اون براتون میخوانیم. این سوال روز از همکار خود خواهش میکنیم که اونا سوال در اسکرین بگذارن که شما خوب دقت بکنین تا وقتی که اذان میشه وقتی خوب فراخ داریم، فرصت زیاد داریم، دقیق باشین، توجه بکنین، جواب خوب را پیدا بکنین. به شماره واتساپ که من ان شاء الله براتون ان شاء الله رو میخوانم، باز فقط پیام بگذارین. سوال روز قرار سایل است. حکم صدقه فطر چی است؟ اگر من فرض مثال در جریان برنامه از استادی سوال کردم حتما کلتان ماشاءالله میفهم. حکم صدقه فطر چی است؟ الف واجب، با فرض، جیم سنت، دال مستحب. هموطنان عزیز، خواهر و برادر ما، هر کسی که جواب درست را میفهمین در شماره که ما برای شما میخوانم 0787 88 80 50 فقط در واتساپ پیام بگذارین، زنگ نزنین که زیاد وقت هم برای شما میشه هم برای همکارای خوب ما میشه. همکارای ما 2 نفر 3 نفر در اینجا وظیفه دارن که تمام این شمارهایی که جواب درست روان میکنن شماره ها رو نوشته میکنن. شما شاهد هستین که در آخر برنامه قرعه کشی میکنیم برای هر خواهر برادر ما که بسته کمکی که از طرف عزیزی بانک، عزیزی گروپ و بانک اسلامی تهیه شده، بازگوده انشالله که اونا صاحب میشن. بخیر و عافیت باشین. جناب استاد بیاین که سر موضوعی که وعده کردیم صحبت بکنیم. الله متعال در ماه مبارک رمضان یک صنف بسیار بزرگ برای امت مسلمه دایر کردن. کدام درس ها را باید ما از رمضان داشته باشیم؟ کدام اندرس ها را باید از رمضان داشته باشیم؟ بفرمایید. سلامت باشین. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقین. الآیه. سبحان الله. باز هم مجددا به همه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نکته بسیار خوب و موضوع اساسی و ارزشمندی که واقعا پیام اساسی ماه مبارک رمضان هست به اشاره کردیم. بحث درس ها و اندرس های ماه مبارک رمضان چی هست تا اینکه مسلمان او را در زندگی خود رعایت بکنه و سبب خیر دنیا و آخرت شود. جناب عرفان صاحب، من حیث مجموع هر حکم شرعی و هر دستور الله متعال خالی از حکمت و خالی از اندرس نیست. یعنی تمامی احکامی را که الله متعال وضع کرده اگر در باب اوامر است و اگر در باب نواهی است، اردوی ازی خالی از حکمت نیست. یعنی خالی از مصلحت نیست. چیزهایی را که الله متعال دستور داده که انجام شود در او خیر انسانیت است و چیزهایی را که شریعت من کرده، الله متعال من کرده، پیامبر صلی الله علیه و سلم من کرده، در او شر است. یکی او شر را انسان احساس میکنه یا نمیکنه بحث جداست، یا او خیر را که در اوامر نهفته است انسان احساس میکنه و یا نمیکنه یک بحث جدا است. ولی من حیث مجموع شریعت اسلامی به خاطر حفظ مقاصد و مصالح انسانی آمده، نه به خاطر زحمت دادن انسان، بلکه میخواه انسان مصلحت های مادی و معنویش حفظ شود. از این جهت یکی از احکامی که در باب اوامر میآید مسئله روزه ماه مبارک رمضان است. پس این یک ماهی که مسلمان دهن بسته می شود، خواهشات نفس را ترک میکنه، دهن خشک، لبها خشک، حتی سیستم عصبی هم کتش خشک می شود. از این جهت هیچ پند و اندرزی برای زندگی انسان داره که الله متعال انسان را مکلف کرده که روزه بگیره.
من حیث مجموع در روشنی استقرای نصوص قرآن کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم، رمضان برای مسلمان ها 5 پیام یا 5 درس و اندرس دارد و این 5 اندرس و درس هایی است که بعد از رمضان مسلمان باید او را در زندگی فردی و اجتماعی خود رعایت بکنه. عملی بکنم. این مقاصد اساسی روزه ماه مبارک رمضان است. چقدر عالی است. نخستین درسی که از رمضان مسلمان باید داشته باشه بعد از رمضان بحث تقوا است. چرا رمضان الله متعال فرض کرد که انسان بعد از رمضان تقوادار بوده باشه، پرهیزگار بوده باشه. تا 11 ماه بعدی که باز رمضان میاد این انسان باید با تقوا آراسته شود. یعنی الله درسای خدا خوب هم بخونه و هم تکرار بکنه. الله متعال می فرماید که یا ایها الذین آمنو، ای آنهایی که شما ایمان آورده اید، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. چقدر عالی است. روزه بر امتهای گذشته هم فرض بود، بر شما هم فرض است. حکمتش چی است؟ مقصدش چی است؟ درس و اندرزی که از این به بار میاد چی است؟ لعلکم تتقون، تا اینکه شما تقوا داشته. تقوا چی هست؟ به ارتباط تعریف تقوا عبارت های مختلفی، اقوال مختلفی است، ولی قولی که زیبنده هست و مرا بسیار زیاد خوشم می آید عالی است. و قول حضرت علی کرم الله وجهه است. سبحان الله. چقدر خلیفه چهارم اسلام علی رضی الله عنه می فرماید که تقوا مجموعه 4 چیز است. یک هو الخوف من الجلیل. تقوا ای است که انسان از ذات جلیل، از ذات پروردگار بترسه. شب است از الله می ترسه، گناه و معصیت نمی کنه. روز است از الله می ترسه، گناه و معصیت نمی کنه، ظلم نمی کنه، کینه نمی کنه، تعصب نمی کنه، حسد نمی ورزه، مال کسی را نمی خوره، رشوت نمی گیره، سود نمی خوره، غیبت نمی کنه، تهمت نمی کنه، تعصب نمی داشته باشه. چرا؟ از الله می ترسه. و اگر در میان جماعت هم هست بازم الله را حاضر و ناظر می دانه. و اگر تنهاست در اتاق بازم الله را حاضر و ناظر می دانه که پروردگار چون ذات سمیع است، ذات بصیر هست، هم میشنوه و هم میبینه. پس این انسان گناه نمیکنه. چرا؟ از الله میترسه. پس کسی که خشیت و خوف الهی در زندگیش ایجاد شد و باز از گناه خود را منع کرد و به سوی تقوا و به سوی پرهیزگاری قدم گذاشت، بدون شک که این تقواست و اینم انسان متقی هست. و روزم برای چی است؟ لعلکم تتقون. دوم تقوا چی هست؟ حضرت علی سے می فرماید که والعمل بالتنزیل. تقوا ای است که انسان مسلمان بر قرآن عمل بکنه. قرآن الله متعال به خاطر عمل روان کرده و قرآن هم 2 جهت داره. بحث اوامر است و بحث نواهی است. اوامر قرآن مسلمان بگیره در زندگی خود پیاده بکنه. قرآن گفته که نماز بخوان، قرآن گفته زکات بدی، قرآن گفته تعلیم داشته باش، وحدت داشته باش، اخوت داشته باش، محبت داشته باش، پیش دستی با یک مسلمان در کارهای خیر داشته باش. این اوامر قرآن است. پس این وقت مسلمان گرفت بدون شک با قرآن عمل میکنه. و دوم نواهی قرآن است. قرآن میگه که قتل باید نشود، دزدی نشود، چورو چپاول باید نشود، غصب نشود، اختلاس نشود، سود گرفته نشود، رشوت گرفته نشود، حق مسلمان خورده نشود، کین و حسد باید نباشه. پس هرگاه مسلمان این جهت را هم گرفت، یقینا که این انسان بر قرآن عمل کرد و این تقواست. سوم و الرضا بالقلیل. حضرت علی کرم الله وجهه می فرماید که تقوا ای است که انسان با زندگی کمی حلال خود قناعت داشته باشه. یقینا زندگیش کم است، مدرک زندگیش کم است، نانش خشک است و حلال است، به این قناعت کنه، به سوی حرام دست دراز نکنه، به سوی حرام قدم نگذاره. خود از این تقوا است. این تقوا است. بنان سعدی صاحب میگه که بنان خشک خدایی که زو شود حاصل، قناعت از شکرین لقمه حرام کنی. پس وقتی که مسلمان از لقمی که شکر از خو حرام از خود نگه بکنه و لقمی خشکی که با آب و با چای میخوره حلال است، با او فخر بکنه و به سوی حرام نروه، مال مردم به زور نگیره، غصب نکنه، رشوت نگیره، سود نخوره، دزدی و سرقت و اختلاس نکنه، بدون شک انسان متقی هست. و روزم برای چی است؟ لعلکم تتقون. چهارم حضرت علی صاحب می فرماید که والاستعداد الیوم الرحیل. تقوا ای است که انسان به خاطر روز آخرت و روز رحلت که چشم پوت میشه، در چارپایه انداخته میشه، به قبر برده میشه، به خاطر همچون روز انسان باید آمادگی داشته باشه. و آمادگیش چی است؟ نماز میخوانه، روزه میگیره، زکات میده، حج میروه، صدقه و خیرات میده، خیراندیشی میکنه، دعوت می داشته باشه. پس این انسان یقینا که آمادگی به چی میگیره؟ به روز آخرت خود. پس انسانی که این 4 چیز را در زندگی خود داشت، خوف از الله متعال، عمل کردن به قرآن کریم، قناعت به روزی و رزق کمی که حلال است
و باز شب و روز در فکر آخرت و مرگ و مردن و حشر و حساب و کتاب بود. بدون شک این انسان متقی است و روزه را به خاطر چه الله فرض کرده؟ لعلکم تتقون، تا اینکه مسلمان تقوادار شود. اما این 4 چیز بعد از رمضان است. پس مسلمان زمانی که رمضان تمام می شود، این من حیث مجموع درسی از تقوا و دینداری را گرفت. پس بعد از رمضان دیگه میپردازه به 4 مورد، متوجه و مواظب اعمال خود می باشه. وی همیشه مثل یک تمرین و همیشه پیش خود مشق میکنه. اما بعضی مسلمان ها فکر میکنن که می رمضان تمام شد، شب عید دیگه گناه خوش آمدی، تقوا خداحافظ. نه، بلکه بعد از رمضان روزی که عید شامل می شود، تقوا دینداری گرافش باید بالا برود. چرا؟ 1 ماه درس تقوا گرفت. اما مسلمان فکر میکنه که می شب عید شد دیگه اول خود مسجدها خالی می شود، به نماز نمی روند. چرا؟ شب عید است. شب عید خود شب آغاز تقوا و دینداری است. هنوز بهتر که در شب عید آدم میره عبادت بکنه. و شب عید خود رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که شب عبادت است. این شب آغاز گناه و معصیت و خداحافظی با تقوا نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که من قام لیلتی العیدین لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. کسی که در شبهای عید عبادت میکنه، لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، این قلبش نمیمیره در روزی که قلب ها میمیره. پس مسلمانی که در شب عید عبادت میکنه در حقیقت قلب خود زنده نگه میداره. ولی مسلمان فکر میکنه که چارزانون بیشی به اصطلاح موسیقی را بشنو، فیلمای مبتذل ببین، به نماز و به مسجد نرو. در صف مسجد شب عید شده، در صف مسجد میبینی که یک سر بود، غیر از اون جای نبود. پس این باز تقوا نشد. دوم، درسی که از ماه مبارک رمضان مسلمان داشته باشه. مرا بسیار ببخشید که پیشگفتان میشم، بیاین که سر موضوع اندرز دوم و سوم بعداً بپردازیم. یک بار آشپزخانه را خبر بگیرم. درست. به خاطر که یک سر اگر صحبت بکنیم به نظام خواد گفتم که امروز مکمل کلش صحبت است. آیا آشپزخانه دارین امروز ندارین؟ درست ان شاء الله که ادامه میدیم. آقای جلالی سلام علیکم. سلام علیکم. بیادر چطور هستی؟ صحت چطور است؟ خیریتی است. رمضان چطور است؟ فضل خدا. 25 روز رمضان گذشتاندی. شکر الله. ماشاءالله بسیار خوب آشپزی کردی. بخیر باشه. با یادت میاد که مثلا چند نفر از میمانا برات چند نمره داده باشه؟ مثلا ما از یگان نفرش پرسان میکردم که جلالی را چند نمره دادی؟ همین یک میمون ما 20 نمره یک شو داده بود. او 20 نمره گفتم نمره مکمل است. من نمره خودت چند نمره دادی؟ خودت تو را خدا شد. والا دیگه من خود زحمت خود کشیدم دیگه. نه پیش خود چند نمره داری؟ من خود فوق العاده است نمره. فوق العاده است ماشاءالله. صاحب روزادارا رو مسئول گرفتی ها؟ بیا بگو چی پخته کردی، چی تیار کردی، چی تیار میکنی؟ امروز یک قرمه گوشت تیار کردیم، امروز نخود سوپ ما خام روزه است. یک جنجر ترکاری جور کردیم امروز. بسیار خوب. بسیار کرم داره، مرچ دورمه، خلال زردک، نخود، امرای مطر. والا است کار کردی. و دیگه قابلی داریم. سلات هم بخیر زیر کار است. بسیار چیزای خوب کردی. والا خدا خیرت بده. و نمو ثواب کسی که بر روزدار و روزه میته ان شاء الله هر روز براتون میرسه. ما در خدمت هستیم. بخیر عافیت باشید. سلامت باشین. دوستان عزیز، یک حدیث مبارک را با هم یک جا میبینیم میشنویم، باز ان شاء الله که برنامه را ادامه میدیم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. رواه البخاري ومسلم. له عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فطر صدقه یو پیمانه له خرما یا یو پیمانه له وربشو پر هر مسلمان باندې فرض کړه، که هغه آزاد وي یا غلام، نارینه وي که ښځه، کوچنی وي او که لوی.
دوستان عزیز، باز هم بسیار خوش آمدین. برنامه زیبای شهر رمضان است. از پندها و از اندرزها و از دروس رمضان شریف جناب استاد یاد کردن. یک درس را گفتن، یک اندرز را گفتن. ما علاقه زیر دارم که برند سر درس و اندرز دوم و سوم. بیاین با هم یک جا ببینیم، بشنیم. هموطنان عزیز، جناب استاد چقدر زیبا دانه دانه مثل که مروری را دانه میکنیم یا تار میکنیم، موضوع را یاد میکنیم. بیاین یاد بگیریم. هر چیزی را که یاد گرفتیم در زندگی خود بیاین که یک جایی را عملی بکنیم، چون حکمت ها داره. هر زمانی که بر رضای الله قدم برداشتیم، الله متعال از ما شما راضی میشه. خداوند جلال شانو که از ما شما راضی شد، واجب الجنت هستیم ان شاء الله تعالی. بیاین جناب استاد برین سر اندرز دوم. سلامت بوده باشین. درس و اندرز دومی که از ماه مبارک رمضان مسلمان باید برای غیر رمضان داشته باشه، بحثی درس اقتصاد و آموزش مسائل اقتصادی هست. چون ماه رمضان ماهی است که به انسان درس اقتصاد میده و اقتصاد هدفش چی است؟ میانه روی در مصارفات زندگی. بله یقینا. و رسول گرامی صلی الله علیه و سلم میفرماید که الاقتصاد فی النفقه نصف المعیشه. اقتصاد در مصارفات زندگی نیمی زندگی هست. بله. چون ماه مبارک رمضان که میه مسلمان غیر از رمضان 3 وقت غذا میخوره و در میان 3 نوع غذا باز غذای فرعی هم میخوره. بله. مصارفاتش بیشتر است. بله بله. اما ماه رمضان که میایه مسلمان 3 وقت غذا به 2 وقت میایه 2 وقت غذا است که هنگام افطار است و هنگام سحری است. مصارف دیگه هم به جای و در بینی که غذا میخورد غیر از رمضان در بین 3 وقت او هم چی شد؟ قطع شد. ولی به می 2 وقت غذا گزارش می شود. بله. زندگیش پیش می رود، قوت دارد، جسم هست، فعالیت هست. پس این رمضان برای مسلمان تعلیم میده که غیر از رمضان هم مسلمان میتونه که از اسراف و از تبذیر خود نگاه بکنه، در مصارفات مالی میانه روی را اختیار بکنه و در نتیجه این اقتصاد هم سرمایش بالا می رود، هم کساد اقتصادی از بین می رود و ضمناً باعث می شود که یک 10 خانواده مسلمان دیگر حداقل کمک بکنه. عالی است. دست فقیر را بگیره، بله. دست مسکین و یتیم و بیچاره را بگیره. یقینا. اما مسلمان ها فکر میکنن که فقط رمضان که تمام شد دم روز اول میبینی که کمر اقتصاد میده میشود، شروع میکنن به به مصارف حد غذا. میخورن. به طور مثال به حد در روز اول میخورن که به شفاخانه میروند، یقینا. در حالی که ماه مبارک رمضان بر انسان تعلیم میده که میانه روی در مصارف، در خوردن، نوشیدن و پوشیدن. بله. و همچنان این درس اقتصادی است که در امورات زندگی مصرف در حد اسراف و تبذیر نباشه، بالاتر از ضرورت مصرف نکنه، بلکه بالاتر از ضرورت را بگیره، بالای کسی مصرف بکنه که نیازمند و محتاج است. چقدر خوب است. به طور مثال اگر عروسی ها می شود و اگر ختم و خیرات است، به طوری مصارفات گزاف می شود که اوجا یتیم، فقیر، بیچاره، مسکین، بیوه می مانه. بله. ولی به کسایی داده می شود که اونا صاحب ثروت و سرمایه است، یقینا. محتاج نیست. پس درس رمضان ای است که غیر از رمضان مسلمان پول و ثروت خود را طوری تنظیم بکنه که از اسراف و تبذیر بگذره و این وسیله شود که به دیگران کمک بکنه. درس اول درس تقوا بود، درس دوم درس اقتصاد است، درس سوم و درس سوم ماه مبارک رمضان بحث صبر و استقامت است. بله. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که و هو شهر الصبر و الصبر ثوابه الجنه. ماه رمضان ماه صبر و استقامت و بردباری هست و جای انسان صابر بهشت است. پس وقتی در ماه مبارک رمضان جسم میگه که نان و او میگه که نی، صبر است. بله. صبر. یا این است که یک مسلمان کتش اگر مقابل میشه میگه که من روزدار هستم، این صائمون، کتت کار ندارم. بله. صبر میکنه. پس بعد از رمضان هم باید مسلمان بر طاعت و عبادت الله در خرید و فروخت خودم متوجه می باشه بله. که قیمت نفروشه، احتکار نکنه. بله. در غیر از رمضان هم باید مسلمان گویا که من مسلمان هستم، ایمانم خراب نشود، آخرتم خراب نشود، صبر میکنم، نفسم میگم که رشوت نمیگیرم، سود نمیخورم، در دکانداری و تجارت کسی را فریب نمیتم، با یک مسلمان پرخاش نمیکنم که الله خفه نشود. بله بله بله. پس این درس صبر و استقامت غیر از رمضان باید در طول 11 ماه دیده شود. اما بعضی اوقات دیده می شود که علیاذ بالله در روز عید میبینی که جنگ. بله. پس این انسان مقصد یک ماه روزی خود را نفهمید که به خاطر چی بود. مقصدش رو نفهمیده. این درس و این اندرس از رمضان به خاطر بعد از رمضان است. لعلکم تتقون. و بعد است. بله. انسان خود در کعبه خو همیش متقی است. متقی و است که از کعبه بیرون شود باز تقوا بکنه.
پس در ماه رمضان خو همه متقی خیر است. باشین. پس بعد از رمضان باید سلامت تقوا داشته باشین. باشه و این اقتصاد و بالاخره صبر و استقامت را خیر پیشه باشین. بکنه. سلامت عافیت باشین جناب استاد. درس اول درس تقوا بود، درس دوم درس اقتصاد بود و درس سوم درس صبر و استقامت. دو درس دیگه مونده ان شاء الله او را حتما پرسان میگم، چرا پیشتر ما گفتین که 5 درس و اندرز است. درست ان شاء الله. بیننده عزیز، بین که در این قسمت یک پارچه نعت شریف را بشنیم. جناب قاری صاحب حکمت الله حلیمی امروز با ما در برنامه میمان هستند. اول میگم که جناب قاری صاحب خیلی خوش آمدین، صفا آوردین، مانده نباشین. قربانتون تشکر. ان شاء الله خوب هستین، صحت دارین؟ خوب است ان شاء الله. رمضانتون چطور تیر میشه؟ خدا را شکر الحمدلله. 25 روز رمضان گذشت، چطور بود؟ والله تو گذشتش نفهمیدیم. ماشاءالله خوب رمضان است. فیض پربرکت. خدا قبول و منظور کنه. گفتین کدام نعت شریف میخوانین؟ بله. بفرمایید میشنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم. ماشاءالله. عطا کردی خطا کردم خطا کردم عطا کردی وفا کردی جفا کردم جفا کردم وفا کردی عطا کردی خطا کردم خطا کردم عطا کردی وفا کردی جفا کردم جفا کردم وفا کردی تو بی شرمی زی من دیدی و بر رویم نیاوردی زیادی بی حیایی خود حیا کردی حیا کردی تو بی شرمی زی من دیدی و بر رویم نیاوردی زیادی بی حیایی خود حیا کردی حیا کردی عطا کردی خطا کردم خطا کردم عطا کردی وفا کردی جفا کردم جفا کردم وفا کردی من از خدا برو بردم تو بر من آبرو دادی من از غفلت چی ها کردم تو از رحمت چی ها کردی من از خدا برو بردم تو بر من آبرو دادی من از غفلت چی ها کردم تو از رحمت چی ها کردی عطا کردی خطا کردم خطا کردم عطا کردی وفا کردی جفا کردم جفا کردم وفا کردی میبرد غم از دلها لا اله الا الله
إله إلا الله لا إله إلا الله میبرد غم از دلها لا إله إلا الله زنده میگوند جانها لا إله إلا الله لا إله إلا الله ای مرا تو بر هر در از در خدا مگذر ای مرا تو بر هر در از در خدا مگذر استشای سلطان ها لا إله إلا الله استشای سلطان ها لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذکر یعقوب وگر از درد شفا می طلبیم به عبادت منشین گر تو خدا می طلبیم هر کجایی با خدا باش خدا با تو بود مقصد خویش را از من و ما می طلبی تحفه ندارم من تا برم بری سلطان تحفه ندارم من تا برم بری سلطان غیر از این که جان باشد لا إله إلا الله غیر از این که جان باشد لا إله إلا الله لا إله إلا الله با خیر و سلامت باشید قاری صاحب، بسیار زیبا خواندید. چه خوب اول قرائت کردی، ماشاءالله چقدر خوب اشعار پیدا کرده بودی. جای شاگردی داری که از کسی یاد گرفتی؟ از کجا شروع کردی؟ نه از خود است عرفان صاحب عزیز، این استعداد خدا داده است دیگه. ماشاءالله ماشاءالله صدای بسیار خوب داری، بسیار خوب قرائت کردی اول. قربانتان. بسیار زیاد تشکر، بسیار زیاد تشکر. سلامت باشید، عافیت باشید، بخیر باشید. بفرمایید قربان، خیلی تشکر. جناب استاد نه تشریف شنیدیم، چطور بود؟ لذت برد. اول خوب یک قرائت کرد نه؟ خداوند در عمرشون برکت نصیب کنه. الهی میگه هم تو جوانان را در کشور ما شمارش بیشتر ماشاءالله مدرسه گفتن دارن، شاگردها دارن، تعلیم و تدریس دارن. الحمدلله. ما هم گفتیم یک رسالت خدا ما هم ادا بکنیم، بکشانیمشون که بیان تلویزیون ملی، تلویزیون مادر، تلویزیون خودشان است، تلویزیون خود ما هست، حداقل مردم هم بشناسیشون. خوب است ان شاء الله. خداوند شما هم خیر نصیب کنه. سلامت باشین جناب استاد. خود جناب استاد هموطنان عزیز منتظر هستن که دو اندرز دیگه چی است؟ نشه که وقت ما تمام شه و اندرزها بگذار. بخیر باشین. اندرز چهارم بحث مواسات و همدردی هست. بله. رمضان برای مسلمان چی زن و چی مرد درس مواسات و همدردی را میده، چون ماه مبارک رمضان ماه مواسات و همدردی هست. معمولا ما شما میبینیم که در ماه رمضان هر فرد مسلمان چی زن و چی مرد کوشش میکنن که حد اقل همون لقمه دهن را یا افطاری خودم تقسیم بکنه و یا کسی دیگه چقدر عالیه اهدا بکنه. بله بله. پس اینمی همدردی اجتماعی را باید بعد از رمضان هم تا 11 ماه داشته باشه. تجارایی که در ماه مبارک رمضان کمک و همدردی میکنن این منحصر به ماه رمضان نباشه، بلکه ماه رمضان به تجار و ثروتمند درس میده که بعد از رمضان هم باید انسانهای یتیم، بیچاره، بیوه، مسکین و فقیر را کمک دوامدار داشته باشه. و پنجم مسئله جناب استاد پیش از اینکه به پنجم برین نظر به تشریحاتی که شما کردین، من فکر میکنم که تجار ما، برادرای عزیز ما، خواهرای عزیز ما، کسایی که متمول هستند، کسایی که اونا کمک میکنن، ماه رمضان به خاطر از انتخاب میکنن که میگن یک نیکی حسابش به 100 است و شما توصیه کردین که در ماهای دیگه هم اونا ادامه بدن. اینا فقط امیر متوجه هستن که در ماه رمضان اگر شوه که چون حساب از یک میره به شاید به 70 و به 100، این هم توصیه داشته باشین که توکل به الله است. بله. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میاد زمانی که ماه مبارک رمضان داخل میشد به حد دهنده میشد مانند ریگ مرسله یا ریگ باد ببره. بله. اما این به این معنا نبود که پیامبر صلی الله علیه و سلم غیر از رمضان صدقه و خیرات و کمک نداشت.
از این جهت پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث بخاری از حضرت عایشه میفرماید که ما در خانه خود 2 وقت نان به شکم سیر نخوردیم. اشاره به چی هست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم تو نبود که اوایت نمی آمد، بلکه می آمد پیامبر صلی الله علیه و سلم امور روزی را تقسیم میکرد. بله. اما در ماه رمضان با سرعت تقسیم پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود و سخاوتش بیشتر میشد. پس مسلمان در ماه مبارک رمضان درست از جز و سخاوتش بیشتر باشه، چرا یک کاری نفلی فرض حساب میشه، یک فرض 70 فرض حساب میشه. اما به این معنا نیست که غیر از رمضان مسلمان فراموش بکنه. بله. و پنجم اندرزی که مسلمان سبحان از ماه مبارک رمضان برای بعد از رمضان داشته باشه او بحث حفظ صحت و سلامتی انسان است. بله. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که صوموا تصحوا، شما روزه بگیرید که صحتمند شوید. بله. بله. یعنی روزه وقایه است برای امراض، معالجه است برای امراض، انسان را صحتمند میسازه. چرا؟ وقتی جسم در جریان 11 ماه میخوره و مینوشه این به اصطلاح خسته میشود از دیدگاه علم طب. از این جهت پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که روزه نه تنها بحث ثواب است بلکه بحث حفظ صحت و سلامتی و معافیت بدن است. پس این اشاره به این است که بعد از رمضان هم مسلمان باید مواظب حفظ صحت و سلامتی خود بوده باشه. بله. بعد از رمضان هم مسلمان باید روزه های دوشنبه و پنجشنبه را داشته باشه. 6 شوال بعد از رمضان داشته باشه. میخواستم که یک دفعه براتون یاد کنم. جناب استاد میرم بگوین خصوصا ما که متوجه شدیم خصوصا همین مادرای عزیز، همین خواهرای عزیز ایتو توجه میکنن که روزه ششک بگیرن. از ثوابش هم بگوین، از صحتمندیش هم یاد کنیم. بله. چون روزه وسیله صحت است، همین صحتمندی بعد از رمضان هم وجود داره. روزه دوشنبه و پنجشنبه را بگیرن، بعد از رمضان 6 روز ماه شوال روزه بگیرن. برابر است که مسلسل باشه یا ای است که منفرد باشه، جدا جدا باشه. برابر است در یک هفته میگیره یا در جریان کل ماه میگیره. یعنی در ماه شوال بگیرن. بله. در ماه شوال 6 روز پوره بکنن. مسلسل هم جایز است، جدا جدا هم جایز است، در طول هفته هم جایز است، در جریان یک ماه میره که پوره میکنه هم جایز است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسی که ماه مبارک رمضان روزه گرفت و بعد 6 شوال هم با رمضان وصل کرد، چه معنی 6 روز دیگر هم شوال روزه گرفت، بله. گناههای یک سال گذشته و یک سال بعدش الله متعال مغفرت میکنه. پس مسلمان چه زیباست که بعد از ایام عید باز 6 روز دیگر روزه بگیرد تا ای که مکمل سال را روزه بوده باشه. و همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که 6 روز شوال گرفت جمع رمضان مانند کسی است که تمام سال روزه باشه. بله. من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، کسی که یک کاری نیک میکنه 10 چند اجر میشود. پس 30 روز رمضان اگر باشه 300 روز، 6 روز دیگر هم بگیره 60 روز، 360 روز مکمل انسان روزه بود. پس این روزه بعد از رمضان هم باعث میشه که انسان صحتش، جسمش، عقلش، هوشش، فکرش بجا بوده باشه. و حتی اتباع ما یا متخصصین عرصه طب ما نصیحتش اکثر به این است که انسان باید پرخوری نکنه. چرا؟ مرکزی همه امراض کجاست؟ میده. میده. بله. میده مرکز همه امراض است. پس وقتی که انسان پرخوری را بس کرد، حد اعتدال و میانه را اختیار کرد بعد از رمضان، این در حقیقت صحت و سلامتی خود حفظ کرده. از جهت یک واقعی جالب است که از روم، پادشاه روم یک طبیب به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاد که را تداوی بکن. ماشاءالله. وقتی که به مدینه منوره می آید در جریان 6 ماه پیش از این کسی نمی آید برش مراجعه نمیکنه که من مریض هستم. آخر نشد گفت که یا رسول الله صلی الله علیه و خوب است که به روم برم کجا مریضا زیاد است که مردم تداوی کنم. اینجا خوب کس پیدا نشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که نحن قوم لا ناکل الا عن جوع، ما قومی هستیم که نمیخوریم مگر اینکه گرسنه شویم. و وقتی که گرسنه شویم شکم خود را بالای غذا حاکم نمیگردانیم که تا گلون پر شود به اصطلاح جامعه ما، بلکه به اندازه نیاز خود میخوریم. بیرون دکتر گفت که شما کلتون طبیب هستید دیگه نیاز به طبیب نیست. بنابراین سرمنشی همه امراض میده هست. وقتی میده کنترل شد کجاست؟ پرخوری. وقتی که میده کنترل شود و بهترین وسیله برای کنترلش چی هست؟ روزه هست در رمضان و غیر از رمضان. و روزهای دوشنبه پنجشنبه اگر بگیرن چه خوب یک توصیه خوبه دیگه. روزی دوشنبه و پنجشنبه 2 اجر داره. یک اجرش این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که روز دوشنبه ما تولد شدیم. بنان تجلیل از میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم و روزنامه میگن که مستحب است. و روز دوشنبه و پنجشنبه اعمال بنده ها به سوی پروردگار گزارش می شود. پس چیزی زیباست که در اعمال مسلمان نوشته باشه که امروز مادر مؤمنی، خواهر مؤمنی، پسر جوان مؤمن روزه بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که
چون اعمال به الله پیش می شود. من خوش دارم که در سر حالت روزه اعمال من باشه. نوشته باشه که پیامبر چی بود. بسیار زیاد روزه تشکر. بود. سلامت از چیزی واسه که باشین بعد از رمضان هم همچون سلسله را مسلمان ها و خصوصا طبقه جوان ما داشته باشه بخیر تا باشین اینکه جناب وسیله استاد. خیر دنیا سلامت و و آخرت عافیت باشین. شود. جناب استاد درس ها اول درس این حیث مجموع 5 اندرز از ماه مبارک رمضان مسلمان میگیره. باشه. اندرز اولش است که مسلمان تقوا باید است. تقوا داشته باشه. دومش دوم اقتصاد است. اقتصاد را باید بیاموزد. سوم صبر استقامت در استقامت. زندگی است. چهارم بحث همپذیری است. مواسات و همدردی است. و بله، و پنجم پنجم بخش حفظ صحت و سلامتی ما امید مسلمان زیر است. دارم که هموطنان عزیز ما دقت کرده باشند و این دروس را یاد گرفته باشند. جناب استاد در شبای قدر هم هستیم، بله. در دهه سوم هستیم. کدام دعای مخصوص برای شب قدر که هست یک بار بگوین که هموطنان متوجه باشند. حضرت عایشه رضی الله عنها میفرماید که من از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدم که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر شب قدر ما دریافتیم یا او شب را عبادت کنیم کدام دعا را باید داشته باشیم؟ چقدر عالی است. چون اصلا هدف اساسی شب قدر ای است که مسلمان ثواب را بگیره و مغفرت شود. بیان پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که دعا را بخوان اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. فاعف عنا. خدایا تو ذات مغفرت کننده هستی، بخشش کننده هستی، مگر گناهکار و روسی هستم، حال تو مرا مغفرت بکن. پس این دعا بهترین دعاست که مسلمان در شب‌هایی که به نام قدر عبادت میکنن که ما شما امروز شب 26 است و فردا شب 27 است و 29 هم در پیش رو داریم. بله. پس این دو شب را این دعا را بیشتر بکنن که الله متعالی بنده مؤمن از گناه و معصیت پاک داشته باشه. جناب استاد من حیث سوال اخیر طرف عید روان هستیم. آداب عید را خود یک بار برای ما و برای جامعه ما من حیث یک پیام بگوین، ولی کوتاه که گفتن وقت. من حیث مجموع روز عید روز گناه و معصیت نیست، روز جنگ نیست، روز کینه و حسد نیست، بلکه روز پرخوری هم نیست. بله، روز پرخوری هم نیست. چرا؟ اگر به شفاخانه رفت دیگه میمانم میمونه، میزبانم میمونه. بله. و معمولا عیدش هم درست نمیشه. این هم درست نیست دیگه. خاطر از اینکه اذیت نشود پس در این روز باید پیشانیش باز باشه، لباس نو خود بپوشه، عطر باید استفاده بکنه و پیشانی باز به سوی عیدگاه بره، نماز بخونه با هر مسلمان که پیشش آمد آغوش بده. این واقعا که عید است. ان شاء الله که خداوند رمضان ما رو قبول بکنه و عید ما رو هم ان شاء الله مبارک داشته باشه. بخیر عافیت باشین جناب استاد. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر که اشتراک کردید در برنامه. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. دوستان عزیز دقیقاً وقت از این است که بخیر بریم اسماء الحسنا مبارک را با هم یک جا ببینیم، بشنویم، بعد از او دعای افطار و بعد از او ان شاء الله که اذان محمدی صلی الله علیه و سلم است. با اذان ان شاء الله که برای همه تان افطار خوب خوش آغاز میکنیم. المجيب الواسع الحكيم الودود البصير. دعای وقت افطار روزه. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت. یا الله من برای تو روزه گرفتم و تو ایمان آوردم و بر رزق تو افطار نمودم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله. بیا دیگه افطاری رو مجلس ما بگی بفرمایید. بسیار تشکر، سلامت باشی. چون ماشاءالله اذان کردی، ثوابش را خو انشالله میفهمی که به صدای تو به اذانت یک ملت بزرگ الحمدلله افطار کردن. جناب استاد چی ثواب بزرگ خواد بد نه؟ باز چه خوب خوش آوازی کردن نه، هم در قرائت و هم در اذان. بسیار تشکر، بخیر باشید. دوستان عزیز تشکر میکنم از اینکه تا هم اکنون در برنامه هستین. قسمت آخر برنامه که همو قرعه کشی هست انشالله که هم بسیار زود اجرا خود کردیم. همونطور که در جیران هستین. جناب خورسیب شما افطار کنین، افطار کنین. جناب استاد مهربانی کنین افطار کنین. شما افطار کنین، ما دیگه گپای خودم میزنیم. همونطور که در جیران برنامه سوال روز را براتون خواندم. همکارای خوب ما آقای صافی، آقای گردیوال، اردوشان دست به دست هم دادن و تمام شماره هایی که البته جواب درست روان کرده بودن کلش مجموع کردن در مو بسته هایی که ما از قرعه کشی میکنیم مورد در اختیار ما قرار دادن، پیش از پیش آوردن. ان شاء الله قرعه کشی میکنیم، میبینیم کدام دوست ما، کدام خواهر برادر ما، کدام عزیز ما برنده میشن. باز بخیر ان شاء الله که همو پروسیجری که در بین اداره ما و عزیزی بانک است ان شاء الله طی مراحل میکنن. باز میرین بخیر همون بسته هایی که از طرف عزیزی بانک، عزیزی گروه و بانک اسلامی است او را از آن خود میسازن. جناب استاد بزرگوار یک دانه از قرعه شما بردارین، لطف بکنین. سلامت باشید. قاری صاحب شما هم یک دانه بردارین. بسیار کار خوب کردین. جناب استاد بخونین. 078 97 63 860. بتنزیم. یک بار من اجازهتون باشه تکرار میکنم. 078 97 63 860. آقای ایوبی عزیز ما یک بار همین شماره را خب یک زوم بکنین. خیلی تشکر. بتین قاری صاحب شما مایک ندارین، اگه این سر شما هم میخوانم. 078 25 64 64. آقای ایوبی شماره را شما یک بار زوم بکنین. هر هموطن ما که هستن، هر عزیز ما که هستن، فردا بخیر. اداره تعلیمات اسلامی ریاست نشرات تلویزیون ملی افغانستان سرک 14 وزیر محمد اکبر خان تشریف بیارن. همو پارچه که در بین اداره ما و اداره عزیزی بانک است او را از آن خود بسازن، برن عزیزی بانک و بسته کمکی را از آن خود بسازن. دوستان عزیز داشته های برنامه امروز همه قدر بود که تقدیم حضورتان کردیم. تا فردا خداوند یار و یاور همه ما شما باد. الهی طاعت و عبادت قبول.